ما انسان‌ها در زندگی عجب کارهای حیرت‌آوری داریم. در ایام کودکی غمگین از آنیم که زود بزرگ نمی‌شویم. حالا آنکه دوران کودکی را بعد بزرگسالی یاد می‌کنیم. برای جمع کردن ثروت سلامتی را از دست می‌دهیم. برای دوباره برقرار کردن سلامتی ثروت جمع شده را صرف می‌کنیم، اما با وجود این سلامتی قبلی را دسترس کرده نمی‌توانیم. برای فردا در گرداب اندیشه می‌درایم و امروزمان را فراموش می‌کنیم. نه امروز و نه فردا زندگی می‌کنیم. چنان زندگی می‌کنیم که گویا هرگز نمی‌میریم، اما چنان می‌میریم که گویا تماماً زندگی نکرده باشیم.